گس روغن این آینده جمهوری ما برای امکانیت دادن ساختن گس روغن 10 سال ما دوادار کرده بودیم. پروژه همین 10 سال تیار کرده بودیم. 10 سال 47 انستیتوهای دولت شوروی اشتراک داشت. اینجا آمده جای همون آینده میشتگی گس جای نکافتگی هاشان نموند، چخورهای نکردگی هاشان نموند، همون دیده برآمده. عاقبت بعد از 10 سال پروژه تیار شد. حالا یه خیلی گپا میگن که تگاش نمک بودو این بودو، همه این گپ همه چه تکتشکر برآمده. مسئله نمک هم حل کرده که همین پروژه یکم مسئله حل نشدگی نماندگی. همون وقت هم سال 1979 دکابر سویت وزیران SSR همین پروژه تصدیق کرد. سمیتش سال 1980 سری سال سمیت همین روغن شهر چشکته همش 1,347 میلیون سوم سویتی. انا میخواد سمیتش بگه. این نرخ یکم ینوری سال 1980 میگه. بعد آیسته آیسته کارو سر کردم. خیلی 3 سال 4 سال اولش برای تشکیل کردن جای کار ساختمانچه ها همشه کار تشکیل کرده. از 10 میلیون سوم یک سال تا 100 میلیون سوم یک سال استفاده بردن سر کردن. کار ناز رفته ایستادگی بود تا سال 1989. سال 1989 یک بار مسئله پیدا شد که یک روز دیرکتور ساختمان پیش من با آمده بود که حال مکمشنم نداють работать. Почему не дают работать? Вот местное население приходят, говорят, все, не будете строить, вы затапливаете весь наш кишлак, кладбище и так далее. Прекратите работу. Бросаются под бульдозер, под машину. Все сейчас стоит, мы уже боимся работать. Хай промета рафтим пакешкарнича. Одамой джам кардим, мыслидой джам кардим, чигар. فهمانده دادیم که چیگر خب روز آخر شد هیچ جا با گپ نماند، همه گپای گفتیم. خب آخر تو گفتم آمین آقل و اکبر کارا دام کردم میگه. بعد یک ماه نگذشتم با سر شد من دوم بار اونجا برفتگیم من گفتم بجای اونجا برفتن همین تلویزیون به یک بار جمع آمد تشکیل کنیم. همه آدمایی که همین کار با مقابل هستن مکن بگوشم رسید که آخر آدم ها مقابل همین کار کردن با من که همین آدمای همشه جمع کنیم همینجور یک همینجی کنیم. خیلی همینجور معلوم شد که یک بیبلیوتک ساخته بودین یک آقای ما شاعر ما همون بیبلیوتک هم پس آقا نمونده است. یک خیلی آدم هایی که همینجور خانه هاشون اسناد میدن یک تگه 700 عائله از اونجا کوچاندن در کار بود. 700 عائله یک خیلی ناراضی، اما ناراضی ها همین مسئله میبرداشتیم. خیلی سردار هم پیدا شد این ها